خاطرات من از دورانه که در لباس مردها بودم شروع می شود. خاطرات شیرین و خاطرات تلخ. من زمانی که در لباس مرد ها بودم واقعا نمیدانستم که زن هستم یا مرد. من دیگه این چیزی نمیگم. اصلا هیچ کس نمیفهمید که من یعنی یک دختریم که لباس مردانه به بر منه. این واقعا برای خود جالب بوده تا وقتی که به خونه می آمدم خوبرام خودم گپ می زدم. اصلا به اون رقمی که من یعنی یک دختری بودم خودی از اونا گپ می زدم اون رقم نبود. تمام خانواده ما برای یک احترام خاصی داشتم. میگین من احترام میکردم، برای من لباس میشوشتم، برای من هر کمکی که دست نامی آمد میکردم. اولا که من مردانه پوش کرده بودم لباس ها مردانه رو بیاردم به پیش من، گفتم تو اینا رو بپوش. من برای از اونا میگفتم من لباس مردانه بپوشم یعنی چی؟ نمیپوشم اینا، چرا یک دخترم این لباس ها رو بپوشم؟ ولی وقتی که بدیدم به خاطر از این مردانه پوش کرده بودم که طالبا بی آمده بودم به افغانستان آمده بودم، وقتی که دخترها بیرون می شدم یا زنها بیرون می شدم به بیرون می شدم یا چیزی برای خوب بگیرم یا می رفتم به بازار به کوچه، حتی به خاطر جزئی ترین چیز بدم دکونا می رفتم اونا رو طالبا شلاق می زدم. یعنی زنها به وضعیت خوب قرار نداشتم و گذشته از این برای من یک زندگی جالبی شروع شده بود. من میتونستم آزاد باشم، میتونستم مثل دیگه بچه ها که بیرون میشدم به کوچه مثل از اونا باشم، راحت به خونه خوب بیایم. این برای من خیلی جالب بود. همیشه وقتی که من مردانه پوش بودم میگفتم این فکر جالب اینجی بود که اصلا این فکر نمیکردم که من وقتی که لباس مردانه پوشیده بودم من میگفتم کاش که من یک مردی بودم. از خاطرات خال ما تعریف کنم که برای من خیلی جالب بود. ما برفتیم که برای خسیدا بگیریم، طالبا برد ما شدم گفتم بریم به مسجد که نماز بخونه. طالب به پشت سر ما میزد به شلاق به جونا ما به تکمر ما میزد که بریم دیگه تستر بریم، ما اگه شما نباریم شما نمیریم. ولی ما حتما میرفتیم به نماز، نه که زدن و اینا، نهایت ما آستتر میرفتیم اونا ما میزدن که تستر بریم. وقتی که ما بیامدیم به مسجد که نماز بخونیم اصلا به فکر از این نبودم که می چی رقم دستاخو بگیرم و اینا. به این طرف من ایستاده بودم، به وسط من ایستاده بودم، به این طرف من یک طالبی بود، به این طرف من پدر می بود. بعد از اونی ما سم نماز بخونم دستاخو بگرفته بودم، چون یعنی زنکا که هستن دستاخو ایت به این چی خو میگیرم و مرتکا که هستن دستاخو به این پایین‌تر میگیرم، یعنی به این پایین‌تر میگیرم. بعد از اونی من برفتم که نماز بخونم، من دستاخو این رقم گرفته بودم. به جایی که مسجد مردا باشه زنا را نمیدم. بعد از اونی همی طالبی که به پهلوی ما ایستاده بود مکو دستام این رقم بود، از تمام مردا این رقم بود. بعد از اونی که به پهلوی ما ایستاده بود یک رقمی به طرف من نگاه میکرد که میگفتم خدایا من چه کار کردم، من چی اصلا نمیفهمیدم. بعد از اونی که میگی رو کتار که بخوندیم که خلاص شد، بعد از اونی خلاص شد نماز ما بیرون شدیم. امی طالب برفت پیش یک طالب دیگه نمیفهم که به خاطر ما حتما رفته بود. یاد مسته که امی دستم امی آقام کش کرد، امی که دستم کش کرد بیاد مسته که ما اصلا نکوشی پوشیدیم، این چیزی نپوشیدیم از ترس که گفت اگه تو اینا ببینن که تو این که دستم کش کرد من بیرون کرد، امی آقام از مسجد بیرون کرد. ما امی اصلا مو وقت نمیفهمیدم چی رقم ما بده. وقتی که برسیدیم به تحت شهر که وقتی که تمام مردم بودم یعنی شلوغ بود، اونچه که برسیدیم بشیشتیم به سر جا. گفتم چرا کش میکنیم؟ ما که برفتیم نماز خور بخوندیم. گفت اگه طور امی پدر میگفت اگه طور میدیدم که تو دستا خوریتی گرفتی به همون جگاه یا طور به جلو هم میگین همونجا میکشتم. نه دیگه نمام سراب باشم، به خاطر ازی که خوش من نمیاد دیگه سراب باشم. ما خود میباشم. واقعا
برایم جالب بود که من درست مرد پدرم شده بودم. به پدرم در آن لباس مردانگی برایم افتخار می‌کرد.